پریز کنترلی 16 آمپر مزرعه دیجیتال. با این پریز میتونید هر وسیله برقی تا 3500 وات مثل پمپ آب رو از فاصله دور خاموش و روشن کنید. برد مسافتی ریموت کنترل بستگی به مدل ریموت فرستنده و محیط مورد استفاده داره. مثلا با این ریموت بین 5 تا 30 متر و با این ریموت با آنتن باز از فاصله 50 تا 200 متر در فضای بسته میتونید پریز رو کنترل کنید. این پریز علاوه بر حالت قطع و وصل ساده به صورت تایمر هم قابل کنترله. تایمر از 1 ثانیه تا 18 ساعت قابل تنظیمه. با توجه به اینکه این گیرنده به صورت دکمه به دکمه با ریموت فرستنده تنظیم میشه، به راحتی میتونید با یک ریموت فرستنده چندین گیرنده رو کنترل کنید. یکی دیگه از قابلیت‌های منحصر این پریز امکان ذخیره آخرین حالت در هنگام قطع برق اصلیه. یعنی اگر خروجی پریز روشن باشه و برق اصلی ساختمون قطع بشه، با اتصال مجدد برق اصلی خروجی پریز وصل میشه و لازم نیست دوباره با ریموت پریز رو روشن کنید. البته این ویژگی قابل تنظیمه و میتونید در صورت نیاز این ویژگی رو فعال یا غیر فعال کنید. در ادامه نحوه تنظیم، نکات و محدودیت‌های نصب دستگاه رو توضیح میدم. اگر قصد تهیه دستگاه رو دارید یا از قبل تهیه کردید، قبل از نصب و راه اندازی حتما تا انتهای ویدیو رو ببینید، دفترچه و مشخصات محصول رو مطالعه کنید. نصب فیزیکی. در هنگام نصب فیزیکی دستگاه این موارد رو رعایت کنید. برای نصب قاب روی دیوار از 2 گوشواره کنار قاب استفاده کنید. قسمت ورودی سیم برق حتما رو به زمین باشه. بعد از وارد کردن سیم گلند رو سفت کنید. بعد از تنظیم ریموت ها درب دستگاه رو ببندید و هر 4 پیچ رو سفت کنید. این دستگاه با استاندارد IP54 برای محیط های نیمه صنعتی و محیط های باز با احتمال پاشش آب از بالا مثل آب باران و وجودی مقدار گرد و غبار کاملا مناسبه. سیم بندی. برای راه اندازی این پریز کنترلی کافیه سیم فاز و نل ورودی رو به این 2 ترمینال وصل کنید. اگر سیم کشی شبکه برق شما دارای سیم ارت رو به این ترمینال پریز وصل کنید. آمپر رله و آمپر پریز. تحمل توان این پریز 16 آمپر در ولتاژ 220 ولت معادل 3500 واته. روی رله دستگاه عددی بیشتر از 16 آمپر نوشته شده، ولی به هیچ عنوان وسیله بیشتر از 3500 وات به پریز یا خروجی رله وصل نکنید. تنظیم ریموت فرستنده. برای تنظیم ریموت فرستنده با گیرنده کافیه دکمه لرن روی دستگاه رو 2 ثانیه نگه دارید و زمانی که LED به رنگ سفید روشن شد دستتون رو بردارید. در اولین مرحله LED به رنگ سبز روشن میشه. یعنی دکمه ای از ریموت فرستنده که قصد دارید پریز رو روشن کنه فشار بدید. دکمه A رو فشار میدم، LED چشمک میزنه و بعد به رنگ قرمز روشن میشه. حالا باید دکمه‌ای که میخوام پریز رو خاموش کنه فشار بدم. دکمه B رو فشار میدم. LED چشمک میزنه و به رنگ آبی روشن میمونه. حالا میتونم دکمه‌ای برای روشن کردن پریز با تایمر تعیین کنم. دکمه C رو فشار میدم. همونطور که میبینید دکمه A پریز رو وصل، دکمه B پریز رو قطع و دکمه C پریز رو به صورت تایمر وصل میکنه. نکته 1. اگر بخوام فقط با یک دکمه پریز رو قطع و وصل کنم، کافیه در هر 2 مرحله سبز و قرمز یک دکمه رو فشار بدم. همونطور که میبینید الان با دکمه A پریز روشن و خاموش میشه. نکته 2. بعد از ورود به منوی لرن با فشردن دکمه لرن میشه از تنظیم ریموت فرستنده عبور کرد و برای مرحله خاصی دکمه تنظیم نکرد. نکته 3. ظرفیت حافظه ریموت دستگاه 120 دکمه یا ریموت مجزاست. حفظ آخرین وضعیت پریز. یعنی اگر پریز روشن باشه و برق اصلی قطع بشه، بعد از وصل مجدد برق اصلی پریز به همون حالت قبل از قطع برمیگرده. یعنی اگر روشن بوده باشه روشن و اگر خاموش بوده خاموش میمونه. برای فعال یا غیر فعال کردن این قابلیت اول برق تغذیه دستگاه رو قطع کنید. چند ثانیه منتظر بمونید تا دستگاه کامل خاموش شه. دکمه لرن روی دستگاه رو نگه دارید و برق اصلی رو وصل کنید. وقتی LED به رنگ سبز یا قرمز چشمک زد دکمه رو رها کنید. اگر LED قرمز چشمک بزنه یعنی این ویژگی غیر فعال شده و با قطع و وصل تغذیه اصلی پریز به صورت پیش‌فرض خاموش میمونه و باید مجدد با ریموت پریز رو روشن کنید. اگر LED به رنگ سبز چشمک بزنه یعنی با قطع و وصل برق اصلی دستگاه پریز به آخرین وضعیت قبل از قطع برق برمیگرده. یعنی اگر روشن بوده روشن میشه و اگر خاموش بوده خاموش میمونه. نکته: این ویژگی در حالت تایمر قابل استفاده نیست و اگر پریز به صورت تایمر روشن باشه و برق اصلی قطع بشه با وصل مجدد برق اصلی پریز خاموش میمونه. تنظیم تایمر. همونطور که پیشتر گفتم تایمر این پریز از 1 ثانیه تا
18 ساعت قابل تنظیمه. برای تنظیم مدت زمان تایمر کافیه دکمه تایم رو نگه دارید تا LED به رنگ سفید روشن شه. دستتون رو از روی دکمه بردارید. LED به یکی از رنگ‌های قرمز بیانگر واحد زمانی ثانیه، سبز دقیقه، آبی 15 دقیقه و بنفش واحد زمانی ساعت روشن میشه. با هر بار کلیک دکمه تایم واحد زمانی رو تغییر میدم. برای مثال میخوام تایمر دستگاه روی 5 ثانیه تنظیم بشه. واحد زمانی رو روی قرمز یا همون ثانیه قرار میدم و دکمه تایم رو نگه میدارم تا LED خاموش شه. منتظر میمونم تا LED 5 بار کامل چشمک بزنه. حالا دکمه تایم رو فشار میدم. تایمر دستگاه روی 5 ثانیه تنظیم شد و الان با فشردن دکمه ای از ریموت که برای فعال کردن تایمر تنظیم شده، پریز 5 ثانیه روشن میمونه و خاموش میشه. نکته: زمانی که واحد زمانی رو انتخاب کردید و وارد مرحله شمارش شدید، حتما منتظر بمونید تا LED چشمک کامل بزنه و زمانی که LED در نیمه چشمک خاموش قرار داره، دکمه تایم رو فشار بدید تا شمارش کامل انجام بشه. پاک کردن ریموت. برای پاک کردن ریموت ها از حافظه کافیه دکمه لرن روی دستگاه رو نگه دارید تا LED به رنگ قرمز چشمک بزنه. همونطور که میبینید همه ریموت ها از حافظه دستگاه پاک شدن.